بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنم. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین و از الله متعال دعا می کنیم و مسئلت داریم که طاعات و عبادات شما مورد درگاه الله متعال قبول واقع شده باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند ابتداء عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و این عید سعید و مبارک را خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. امیدوارم که الله متعال طاعات و عباداتی را که الله به ما توفیق داده که در این روزها انجام بدهیم انشاءالله که به درگاه خود این عبادات من و شما را بپذیرد و اینها را موجب سعادت من و شما در دنیا و آخرت و همچنین رستگاری دنیا و آخرت انشاءالله بگرداند و در خدمت شما هست. جزاکم الله خیر. خواهش میکنم. بینندگان عزیز از سوالهای SMS برنامه را آغاز میکنیم. اولین بیننده از کشور سعودی سوال کردن که گفتن شخصی میخواهد یک عدد ماشین را به حساب قسطی خریداری کنند. قیمت ماشین 75,000 ریال هست. هر ماه 2,000 ریال میپردازند. قیمت ماشین میشود 95,000 ریال در مدت 3 و یا 4 سال. این پول را باید بپردازد. آیا این کار درسته یا نه؟ بنده ابتدا لازم میدونم که پوزش بطلبم از محضر تمامی عزیزان و بزرگواران به خاطر اینکه حنجره بنده امروز وضعیت مناسبی رو ندارد، چون که بنده و همچنین جناب حاجی سعود عباسی در سفر حج با هم بودیم و هنوز آثار گلو گرفتگی وجود داره و امیدوار هستم که بینندگان عزیز اینو هر دو تا وضعیت گلوی بسیار مناسب نیست، اینو انشاءالله به ما ببخشید. در مورد سوال بیننده عزیز و ارجمندمون، معاملات در شریعت اسلامی به دو گونه هستند، جایز هست و دو روش نقدی و نسیه هست که در تمام جوامع بشری هم این مرسوم هست. از نظر اسلامی و از دیدگاه فقه اسلامی جایز هست که دو نفر یعنی خریدار و فروشنده با همدیگر توافق بکنند، با رضایت خود یک معامله رو انجام بدهند، قیمت معامله را و اون جنس را و زمان پرداختش را خودشون تعیین بکنند. این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و از حق خریدار و فروشنده هست. این صورت مسئله‌ای که ایشون بیان فرمودند که ماشینی 75,000 ریال سعودی هست، البته نه ریال ایران خودمون، ریال سعودی، و وقتی قسطی میفروشند در ظرف 3-4 سال مثلا 95,000 یا کمتر و بیشتر از این قیمتش میشود. این معامله اشکال شرعی ندارد، منتها به شرط این که این معامله از همان ابتدا مشخص باشد که این معامله نقدی هست یا قسطی هست. معامله نقدی یک قیمت دیگری رو دارد و معامله قسطی یک قیمت دیگری رو دارد. در معامله نقدی در همان حال معامله مشتری ملزم هست که در واقع قیمت رو پرداخت بکند، اما در معامله قسطی یا در معامله نسیه ملزم نیست، بلکه بر اساس توافقی که انجام دادن مشتری باید این پول را باز بگرداند.
اگر در یک معامله یک خودرویی را یا هر کالای دیگری را فروشنده میگوید که من این کالا را میفروشم، اگر کسی نقداً به من این پول را بدهد من نیازمند هستم و میخوام الان پول در دست من برسه که بیشتر ازش استفاده بکنم، یک کمی تخفیف میدم. قیمتش فرض کنیم به قول این بیننده عزیزمون 75,000 ریال هست. اما در صورتی که 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 3 ساله باشه یا در اقساط متعددی باشد، قیمتش 95,000 هست. در صورتی که نوع معامله از اول مشخص باشد که این معامله نقدی هست یا معامله قسطی یا نسیه هست، این اشکال شرعی ندارد و جایز هست. یعنی کالایی رو که اگر نقد بخواهی برسید بخرید قیمتش 75,000 هست خودرویی رو، و اگر قسطی و نسیه بخرید 95,000 یا بیشتر می شود، از نظر شرعی اشکال ندارد که همین خودرویی رو که قیمتش کمتر هست 75,000 هست اینو 1 ساله یا چند ساله بفروشید و در مقابل فرصتی که به خریدار می دهید یکم قیمت در اون در واقع بالاتر بشود، اما به شرط این که ابتدا مشخص بشود. این گونه نباشد که فروشنده سود خودش را محاسبه بکند که بله این پول این ماشینی رو که من به شما می دهم قیمتش 75,000 هست و 75,000 سودش در هر ماه یا در هر سال این مقدار هست و نهایتا این مقدار شما باید اضافه بدید به خاطر سود پول من، این حرام هست. اما اینکه خود کالا رو ابتداً قیمت گذاری میکنن، قیمت نقدش و قیمت قسطش بدون محاسبه ربا و سود پولی که در این زمان در واقع در این مدت دست مشتری میماند، در این صورت اشکال شرعی ندارد و جایز است. و نکته دیگر این که و شرط دیگری که در اینجا وجود دارد این است که به خاطر دیرکرد مشتری در پرداخت اقساط نباید قیمت اضافه بشود. همون قیمتی که مشخص کردند که قسطی 4 ساله 3 ساله 95,000 ریال هست، بعد از 4-5 سال بالفرض که ما تخمین بزنیم فرض بکنیم که 6 ساله داد، در 6 سال هم وقتی پرداخت بکند باید همان قیمت 95,000 باشد. به خاطر تأخیر در پرداخت قسط به هیچ عنوان فروشنده نمیتواند قیمت کالا و ماشین رو در واقع چکار بکند؟ اضافه بکند. اگر اضافه کرد این جزء موارد ربا محسوب میشه. در غیر این صورت این معامله‌ای که ایشون فرمودن جایز هست و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از بندر کرگان گفتن که همسایم به من قسم داد، من رو قسم داده که به خانه اش نروم و من هم نرفتم. الان که فوت کرده اگر بروم آیا اشکال داره یا نه؟ در این گونه موارد انسان نباید قسم بخورد. قسم خوردن نام الله متعال و در میان آوردن سوگند به نام الله متعال شایسته نیست که انسان در تمامی کارها سوگند بخورد و همیشه ورد زبانش باشد یا در هر اتفاقی بیفتد بخوایم یکدیگر رو قسم بدهیم. این نام الله متعال را باید حرمتش رو انسان باید نگه دارد. به جز در موارد خیلی اضطراری و ضروری انسان نباید سوگند بخورد. و از سوگند خوردن رو انسان باید نگاه بکند که در چه موردی سوگند خورده. اگر سوگند خورده که به طور مثال فلان کار بد و زشت رو انجام ندهد یا مانند نذر هست، در واقع سوگند خورده که به خونه فلانی مثلا نرود، این حکمش حکممون نذر است. وقتی که سوگند خورده که یک کاری رو انجام ندهد، ما باید اینجا نگاه بکنیم که اساساً آیا این کار جز کارهای جایز هست یا ناجایز هست. و این که ایشون قسم خورده که به خونه همسایه نرود، چه بسا که رابطه خویشاوندی در واقع داشته باشند یا حداقل حق همسایگی داشته باشند، این جزء وظایف شرعی هست که ما با همسایگان خودمون با خویشاوندان خودمون رفت و آمد داشته باشیم. اگر کسی قسم خورده باشد که من این کار رو نمی کنم، یعنی به خانه پدر و مادر و برادر یا فلان خویشاوند یا فلان همسایه نمیروم، این قسمش یا این نظرش نظر ناجایزی هست، چون این حقی رو ندارد که چون این نظری بکند و بر خودش چون این الزامی رو در واقع قرار بدهد. پس بنابراین چه اون فرد زنده باشد یا مرده باشد، این فرد چون که فردی که قسم خورده باید این قسم خودش رو بشکند، یعنی این که کفاره بدهد و این کار خیری رو که الان تصمیم گرفته که اون رو انجام ندهد یا قسم خورده که آن رو انجام ندهد، در واقع این قسم رو بشکند و خودش رو خانث بکند و کفاره قسم رو ادا بکند و بعد از آن اون کار رو در واقع از نظر شرعی انجام بدهد و این
حکمی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. ایشون فرمودند که اگر کسی قسم خورد که کار خیری رو انجام ندهد، اون قسمش را بشکند، کفاره بدهد و اون کاری رو که بهتر هست و خیر هست اون کار رو در واقع انجام بدهد. حکمشون هم این هست، چه در زمان حیات اون فرد یا بعد از وفاتشون، ایشون ملزم نیستند که بر این قسم ثابت بمانند، کفاره بدهند و این عمل رو انجام بدهند، یعنی این که رفت آمد بکنند خونه خویشاوندان و همسایگان خودش. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقای رحمانی پرسیدن که موقع نماز احساس میکنم یک قطره ادرار ازم خارج میشه، آیا نماز باطل میشه در این صورت؟ ببین در مورد چنین موارد که انسان احساس میکند که وضوی شکسته یا خیر، ما در شریعت اسلامی یک سری ضوابطی رو داریم که با حدس و گمان نمیشود یک حکم شرعی رو ثابت کرد. با حدس و گمان نمیشود حکم شرعی را ثابت کرد. کسی که وضو گرفته باشد، مطمئن هست که وضو دارد، با گمان این و با احتمال این که شاید وضو شکسته باشد یا احساس میکند که وضو شکسته باشد، با این احساس و گمان و حدس و گمان وضویش نمیشکند. و همین حکم در مورد نماز هم هست. اگر کسی در هنگام نماز بود احساس کرد که وضو شکسته، مطمئن نیست، تا زمانی که مطمئن نشده حکمش این است که این فرد وضویش سالم هست و وضویش کامل هست، تا زمانی که مطمئن نشده به شکسته شدن وضویش. اما اگر مطمئن شد که قطعا یک احساس در واقع آنی نیست یا یک حدس و گمان نیست، مطمئن شد که وضویش شکسته، در این صورت نمازش در واقع باطل می شود و باید برود وضو بگیرد، دوباره نماز را از سر نو بخواند. اما اگر صرفا یک حدس هست، یک گمان هست، یک شایدی هست که شاید وضویش شکسته باشد، در این صورت نمازش را نشکند و نمازش را ادامه بدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که در همین مورد از ایشون سوال فرمود لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. اگر همین سوال رو فرمودند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر کسی در نماز احساس کرد که وضوی شکسته، ایشون فرمودند که نه، تا زمانی که بویی رو احساس نکردید یا صدایی رو نشنیدید، یعنی در اشاره به شکستن وضو هست و مطمئن شدن، تا زمانی که به این مطمئن نشدید نماز رو رها نکنید. یعنی این که اصل بر این است که شما وضو دارید، مجرد این که شما احساس کردید که خطره ادراری از شما خارج شده یا وضو تا شکسته، این احتمال کالعدم هست، این رو مد نظر قرار ندهید. و اگر فردی چنین هست که همیشه دچار در واقع نمیتواند که وضوش رو کنترل بکند، دچار سلسل بول هست، بیماری داره و نمیتواند ادرار خودش رو نگه دارد یا باد شکمش رو نمیتواند فرض میکند، اگر همیشه این حالت هست، یعنی نمیتواند کنترل بکند، در این صورت حکمش حکم معذور هست. حکم معذور به کسی گفته می شود که نمیتواند وضوی خودش را نگه بدارد و از نظر شرعی وقتی که وقت نماز داخل می شود چون این فردی باید وضو بگیرد و با این وضو نماز بخواند، اون فرض را بخواند و نمازهای سنت دیگری رو حسن بخواند، کاملا این مجاز است. ولو این که در هنگام نماز نه اینکه احساس بکند، بلکه حتی اگر یقین بکند که وضو شکسته، این فرد چون که معذور هست، توانایی در واقع کنترل خود را ندارد، وضویش عملا در واقع نشکسته از نظر شرعی و میتواند نماز خودش را کامل بکند، ولو این که عرض کردم، ولو این که عملا وضویش شکسته باشد، اما حکمش حکم معذور هست و وضویش کماکان از نظر شرعی درست است و نمازش رو باید اعاده بخواند، تمام بکند. اما اگر به صورت اتفاقی هست، کسی بیمار نیست و مبتلا به سلسل بول یا این در واقع عدم قدرت بر کنترل وضو این عارضه رو ندارد، اتفاق افتاد احیانا که احساس کرد که وضو شکسته و عملا هم وضو شکسته بود، چون این فردی بود که نمازش در واقع شکسته باطل شده، باید برود دوباره وضو بگیرد و نماز را از سر نو بخواند. جزاکم الله خیر. قضیه بعدی در مورد سوال بعدی در مورد این است که بیننده پرسیدن حکم گفتن بسم الله یا همون بسم الله الرحمن الرحیم در نماز جهری برای امام چیست؟ که این قضیه دیگه مفصله. در مورد بسم الله گفتن در ابتدای نماز، این بنابر قول جمهور علما این یک از سنت‌های قولی نماز هست، یکی از سنت‌های قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست
و یعنی خفی خواندنش، یعنی در نمازهای جهری و سری اینو باید به صورت آهسته و در دل خود در واقع اینو بخونند و جهرش ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است در صحیح مسلم اگر اشتباه نکنم، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین. نماز را با تکبیر آغاز میکرد و قرائت را با الحمد لله رب العالمین ایشون آغاز میکردند. یعنی این که قبل از این که الحمد لله را بگویند با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم را نمیخوندند. خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای نماز، چه نماز فرضی باشد یا نفلی باشد، نماز جهری باشد یا سری باشد، این جزء سنت های نماز هست. یعنی اگر کسی حتی این رو ترک بکند نمازش هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد در نمازش و سجده سهو هم بر چنین فردی لازم نیست. منتها معیار این که این بسم الله را با صدای بلند بگویند یا صدای آهسته بگویند، این برمیگردد به یک قضیه دیگر، به یک حکم شرعی دیگر که در اینجا وجود دارد. اصل مسئله در اینجا این هست که آیا بسم الله الرحمن الرحیم اساساً جزو سوره فاتحه هست، یکی از آیات سوره فاتحه حساب می شود یا اینکه حساب نمی شود؟ اون سری از بزرگوارانی که معتقد هستند که این بسم الله الرحمن الرحیم جزء فاتحه هست، اونا بنابراین که فاتحه رو باید در نمازهای جهری با صدای بلند بخونند، این بسم الله الرحمن الرحیم هم حکم همون فاتحه را دارد، زیرا که یکی از آیات سوره فاتحه اینو حساب میکنند، پس بنابراین باید این رو جهرا بخونند. مانند بسیاری از علمای شوافی که این فتوا را دادند. و اون دسته از علما که معتقد هستند که بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه جداگانه هست برای فصل بین سوره ها، برای یعنی فاصله قرار دادن و حد مرزی هست در میان سوره ها، این دسته از علما معتقد هستند که نه، بسم الله الرحمن الرحیم چون که جزء سوره فاتحه نیست، پس بنابراین حکم سوره فاتحه را هم ندارد، حکم قرائت را ندارد، پس بنابراین اینو باید سرا بخونند، یعنی با صدای آهسته این را بخونند. با توجه به روایتی که قبلا عرض کردم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم و همچنین روایت دیگری که در صحیح مسلم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در مورد سوره فاتحه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال نقل می‌کنند قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، من نماز را بین خودم و بین بنده خودم تقسیم کردم، که منظور در اینجا سوره فاتحه هست که در ادامه این حدیث کاملا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو توضیح میدن. میگه که الله متعال میفرماید که من نماز را در میان خودم و در میان بنده خودم تقسیم کردم، دو نصف اینو تقسیم کردم. ولی عبدی ما سأل، هرچی بنده من از من سوال بکند، یعنی در لابلای این سوره حمد و چیزهایی که در خود این آیات هست و در نماز هست، هرچی از من سوال بکنن من به اون در واقع عنایت میکنم. در این روایت اومده فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال الله حمدنی عبدی، که روایت طولانی هست. زمانی که انسان میگوید که الحمد لله رب العالمین، الله متعال میفرماید که این بنده من حمد مرا خونده. وجه استدلال این است که در این صلات و نماز که در اینجا منظور سوره فاتحه است، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم رو نخوندن، نفرمودن زمانی که بنده میگوید بسم الله الرحمن الرحیم الله متعال چه جوابی میدهد، بلکه این رو از الحمدلله شروع کردن. زمانی که بعد از اول سوره، زمانی که انسان میگوید در هنگام نماز بنده الله میگوید الحمدلله رب العالمین، الله متعال این گونه پاسخش میدهد که حمدنی عبدی، بنده من حمد و سپاس مرا در واقع بیان کرد. و این روایت هست، روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست، روایت حضرت عایشه هست که قبل از این من اینو عرض کردم. همچنین روایت دیگری هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه، باز هم در صحیح مسلم که میگوید که صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. انس میگه من پشت سر رسول الله، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین نماز خوندم، من از هیچ کسی نشنیدم که بسم الله الرحمن الرحیم را بخوند.
یعنی این که با صدای بلند در واقع نمیخوندند بسم الله الرحمن الرحیم رو. و روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این زمینه کاملا صراحت دارد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین. پس بنابراین خفیه خواندن، آهسته خواندن بسم الله الرحمن الرحیم و همچنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در ابتدای نماز و قبل از سوره فاتحه جزء سنت های نماز هست و جزء واجبات نماز نیست. اگر کسی این رو ترک کرد ولو اینکه عمدن ترک بکنن باز هم نمازشون درست هست و هیچ گونه اشکال شرعی در نماز به وجود نمی آید و سجده سهو هم بر انسان لازم نیست. منتها اگر بخونند که بر سنت عمل کردن، سنت های قولی هست، خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم، این سبب می شود که نماز در واقع ثواب بیشتر و تأثیر بیشتری را داشته باشد. و خواندن بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند عرض کردم که ثابت نیست و خفیه خواندنش جز سنت های نماز هست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن و از بینندگانی هم که تماس میگیرن لطف کنن که فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. جناب مولانا، بیننده بعدی گفتن که خواندن دعای دست جمعی بعد از دفن میت چه حکمی دارد؟ در مورد خواندن دعای دست جمعی به صورت کلی دعا ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه تنها که ثابت است، دعا کردن یک عبادت شمرده می شود از دیدگاه آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده که بعد از نمازها یا بعد از دفن میت به صورت دست جمعی در واقع دعا بکنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان حیات خودشون ده ها و چه بسا صدها نفر را از عزیزانش در جنگها و در مبارزه و یا به مرگ طبیعی در واقع از دست دادند. اما ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با این که دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نوع در واقع رحمت هست و شفاعت هست برای بندگان، ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت دست جمعی سر قبری ایستاده باشند و برای مرده دعا بکنند. به صورت دست جمعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده که بر قبر یک صحابی بنشینند یا بایستند یا اینکه در واقع دعا بکنند. اومده ترغیب آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از دفن یکی از اصحابش فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. فرمودند که برای برادرتون استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید برای برادر خودتان که زیرا که الان در حال سوال شدن هست. این موردی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که شما دعا بکنید، طلب مغفرت بکنید، استغفار بکنید برای برادر خودتون. اما این که همه جمع بشن جایز هست بعد از اینکه دفن میت هر انسانی برای خودش و به صورت جداگانه برای میت دعا بکنه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره طلب استغفار و مغفرت بکند، این اشکال شرعی ندارد. اما این که جمع شده باشند همه یک نفری دستها رو بلند بکند یا دور بر قبر جمع بشوند یا روشون به طرف قبر باشد و دعای دست جمعی بکنند، این از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی ثابت نیست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز آماده است، فقط بینندگان خواهش میکنم لطف کنید فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. اولین بیننده را عوض کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، سلامت باشین. سلامت باشین، بفرمایید. من صدیق هستم از ایران. در خدمت شما هستیم برادر عزیز. خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باشین. خدا خیرتون بده با این برنامه‌تون. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. زنده باشین. من یه سوال داشتم، اگه لطف کنین جواب بدین ممنون میشم. بفرمایید. من یه پسری داشتم 5 ساله. این رفتش مغازه واسه خود چیزی بخیره، زیر ماشین شد دیگه، از دنیا رفت. واسه این الان مادرش مثلا ناراحته، چرا این کار شد، چرا این کار شد. واقعا میگه الان میگه اگه نمیرفت مغازه این اتفاق نمیافتاد، یعنی از دنیا نمیرفت. واقعا این میخواستم بپرسم تقدیر بوده چی بوده؟ الان خیلی ناراحته، هم مادرش هم خودم. درست، تشکر میکنم. سوال دیگه هم دارین؟ خیلی نه ممنون، زنده باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام الله علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. تقبل الله منا و منکم. جزاکم الله خیر و ایاکم. تشکر میکنیم از شما. و اینکه الله متعال حج شما رو قبول کنه. سلامت باشید. علیزاده هستم از ارومیه.
اول اینکه تشکر میخواستم می‌کنم. از جناب مولانا حلالیت بخوام، به خاطر اینکه چند وقتی بود واقعا سوالات زیادی من از ایشون میپرسیدم. من تو فکرم بود که باید همه از ایشون حلالیت میخواستم. درست. حلالیت عید دیگه. ما این اگر سوالی رو پاسخ دادیم اینو وظیفه شرعی خودمون داریم و به خاطر پاسخگویی مسائل شما عزیزان ما بر کسی منتی نداریم، بلکه این منت از شما هست و از الله متعال هست که بر ما منت نهاده و این فرصت و موقعیت رو در اختیار ما قرار داده و فقط ما در اینجا انجام وظیفه میکنیم. امیدواریم که الله متعال انشاءالله اینو به درگاه خودشون بپذیرند. انشالله. الله اجازه خیرتون بده. یه سری سوال داشتم دوباره. بفرمایید. سوال اینکه اولتون. مثلا هنگامی که زنی در عادت ماهیانه مثلا روز اولش رو لک دیده، بعد چند روز این هیچی ندیده، بعد هی حالا ببخشید خونو دیده این مثلا روز اول که لک دیده بعدش دیگه سفیده ای ندیده، آیا این روزایی که لک و اینا ندیده آیا اینا پیرودی به حساب میاد یا نه؟ بعد از این چند روز، بعد از این که لکه دیده چند روز سالم بوده و بعد از آن چی؟ یعنی عادت ماهیانه شروع شده یا به صورت کلی قطع شده؟ بله. بله یعنی چی؟ یعنی عادت ماهیانش ادامه داشته؟ یعنی که عادت ماهیانه شروع شد، یعنی هی خون اومده. بسیار خوب. درست. توضیح خواهم. سوال بعدیتون. بله. و اینکه مثلا ما که مدرسه میریم ساعت 2:30 تقریبا تعطیل میکنیم، اینجا مثلا ساعت تقریبا 12:35 چیز میشه دیگه، داده میشه. بعد ما که مجبوریم تو مدرسه نماز بخونیم، گاهی اوقات سخت میشه مثلا کفشامون رو در بیاریم، پامون رو بشوریم. مثلا تو خونه که وضو میگیریم این مثلا گاهی اوقات دیدیم مدرسه یهو دیدیم مثلا چیز شد دیگه، وضومون به هر حال شکست، اینا باطل شد. آیا اونجا مثلا لازم ما دوباره پامون رو بشوریم؟ و تو حدیثش دیدم که اساس مثلا هنگامی که وضو داشتن یا وضوشون اشتسته فقط رو کفششون مسح میکردن. اینجا نمیاخریم. درست. سوال بعدی. اینکه سوال بعدی که مثلا ذکر دست جمعی بعد نماز آیا این جایزه یا اینکه بدعته؟ بله. این که سوال آخری انشاءالله دیگه. بله سوال آخر. بله. تشکر میکنم شما. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و سلامت رحمت باشین. الله و برکاته. سلام و رحمت الله. تشکر میکنم از بیننده گرامی. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. یک سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. اگر نام زیادی کند آن را در پرتگاه پاکستان درست بخشید است یا نه؟ صداتون پایینه، لطفا دوباره سوالتون رو مطرح کنید. اگر نام زیادی کند او را در پرتگاه پاکستان درست است یا نه؟ اگر نام نام اگر غذا. خوراک. بله بله. غذا. اگر غذا و نام شود بله او را در پرتگاه درست است یا نه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ماشاءالله خداوند شما را جزای خیر بده. میخوام برای استاد عبدالقدوس خان بگوشم برسم. سلامت باشین. استاد عزیز سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربان شما عزیز الله رحمت الله. سلامت باشید. الله متعال عبادت و طاعت شما را انشاءالله به درگاه خودشون بپذیره. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. بفرمایید در خدمت شما هستیم. خیلی بخداد کنم باش صحبت میکنم استاد. خیلی هم جسم اردوی من که یک روز با خدمتم استاد گرامی صحبت الله ما را در دنیا و در آخرت با شما عزیزان حشر کند.
خیلی هم برای اینا که احساسی داریم من بسید برده و احساسم بسید یک روز شود به استاد گرامی عزیز صفحه کنم خدا شما را نگه دارد همه وقت در از درگاه الله مسئلت سلامتی رو برایش بگذاریم. خب یک سوال من همین بود که تقسیم بندی اهل سنت و جماعت و اهل تشیع بود که همین ها از کدوم وقت ما اهل سنت و جماعت شدیم و این تشیع جدا شد، مثلا پیدایش اهل سنت برای چی ما اهل سنت و جماعت میگن پیدایش همین تقسیم بندی ها کدوم وقت با وجود اومد و اینها برای چی جدا شدن؟ بله. در همین خیلی سوالی من همین بود. خب الله شما نگه داره در حد ما دعا کنید مهاجر هستید. سلامت باشید. الله نگه داره. تشکر میکنم از شما. بیننده گرامی، بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. صدای شما وصل از خواهر گرامی، لطفاً سوال شرعیتون رو مطرح کنید. زاران قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام از مسقط سنه باشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. می‌خواستم یه سوالی از استاد بپرسم. بفرمایید. سوالتون؟ سوالمون در راجع به این که برای مرده فاتحه خوندن میرسه یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه هم بعد مشکی پوشیدن و عزا گرفتن اینا از نظر شرعی اهل تسنن هستیم. بله. درسته یا نه؟ درست. تشکر میگم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. عرض ادب و احترام. در خدمت شما هستیم. دست آقای دکتر عبدالقدوس من همینجا میبوسم. خیلی ممنون، خیلی تشکر. سلامت باشین. یا علی مدد، خدا حافظ شما. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوالی داشتم استاد جان. در خدمت شما هستیم. از کنم خدمت دوستی آدمی که بره دوستش عید نره چی میشه؟ جریانش چیه؟ ببخشید دوباره سوال رو بپرسین چون صدا یکمی واضح نبود. میگم که نماز عید دوست تو عید نره چی میشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه، سلامتی خدا. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً صداتون رو بلند کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. من از اهواز با شما تماس میگیرم. از اهواز، در خدمت شما هستیم. سوال من اینه، یه جایی کار میکنم، بعد وقتی میخوام برم خونه، وقتی سوار اتوبوس میشم از جان مغرب صداتون یکمی پایینه، لطفاً برادر گرامی دوباره صداتون، یعنی سوال بپرسین یکمی بلندتر فقط، چون صدا خیلی پایینه. میگم یه جایی کار میکنم، وقتی کارم تموم میشه سوار اتوبوس میشم از آن مغرب رو میگه. خب درست. بعد شورا وقتی هنوز نرسیدم خونه از آن عشار میگه. آیا میتونم این کار رو وقتی رسیدم خونه بخونم؟ کارم هم مستقله. یعنی مغرب رو نمیتونین بخونین چون تو اتوبوسین تو راهین، از آن عشا میرسین خونه دیگه. درسته؟ آره. عشا هم تو راه میکنه. درست. و کارم یک روز دو روز نیست. یعنی مسافت بین شهرتون هم فاصله زیاده؟ به عنوان مسافر یعنی میشین چند کیلومتر فاصله است؟ خیلی زیاد. تقریبا چند ساعت؟ یعنی چندین ساعته؟ یعنی نزدیک 2 ساعته. یعنی از آن مغرب و عشا تو اتوبوس میده. بله. انشالله جواب دریافت میکنین. اتوبوس تو شهری هست، شما از محل کارتون تا خونه میرید یا محل کارتون دوره، خارج از شهره؟ فاصلش چقدر از نظر کیلومتر؟
نزدیک بین شهری هست دیگه. نزدیک 90 نزدیک 90 کیلومتر. درست. بسیار توضیح میدم. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من با همین استاد مولوی از دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اول هم همین نسبت به همون اشتراکی که در سور همچون به نام دولت اسلامی جنگ میکنن، آیا درستن یا نه؟ سوال بعدی؟ فهموده؟ واضح نبود ولی صدا داره قطع وصل میشه، یعنی زیاد واضح نبود. دوباره سوال مطرح کنید. متوجه شدین شیخ؟ دارن تماسم قطع شد. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید می‌خواستم با استاد گرم بزنم. صدا شما پخش میشه و لطفاً سوال شهریتون رو بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید می‌خواستم مادری که شوهر از دست داده بعد از فرزندان رفتن سر سون، اگر دون زکات مال به فرزندان بده قبوله؟ دوباره بپرسین، صدا داشت قطع میشد متاسفانه، یعنی قطع وصل میشه پیش ما. البته مادری که همسرش رو از دست بله داده، چند تا از فرزنداش رفتن سر زندگی سنتی سر دختراش. درست. بعد از لحاظ مالی دختراش وضعیت خوبی ندارن از لحاظ مالی، اگه زکات مالش رو به فرزندان بده قبوله؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بعد اگه در نمازهای فرد در سجده دعا کنید با زبان فارسی یا هرچی، آیا قبوله یا مثلا؟ درست. بعد سوال بعدیم این که اگه شب‌های قدر زنی تو عادت ماهانه باشه بعد به قرآن دست بزنه، قرآن خوانده باشه، آیا گناهی درش هست؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه. سلامت باشین. تشکر میکنم. خدا. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. از فاروق سرباز تماس میگیرم. از اهواز در خدمت شما هستیم. سوال شهریتون؟ الو. بفرمایید. من غروب نماز خوندم، بعداً یادم اومد که من وضو نگرفتم. حالا اینا من نمیدونم حالا قضاییشو بخونم یا اشکال نداره از اون شهری. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه اون زمان قدیم حالا ما وقتی که زن طلاق میدادن، موقعی که طلاق میشد دختر میگفت، زن میگفت من نمیخوام، مهریش دیگه به ایشون همه چیزی که بهشون داده بودن برمیگردوندن. ولی الان اندل مطالبه شده، این از توضیحاتی بدیم ممنونه. یعنی طلاق که میدادن مهریه رو زنها برمیگردوندن؟ نه، میدونی موقعی که زن میخواست شوهر رو میگفت شوهر رو من نمیخوام، بله، دیگه هر چی طلاق و این چیزا که بهشون داده بودن برمیگردوندن. درست. ولی الان اینجوری نیست. نمیدونم حالا چطوری شده الان، توضیحاتی اگه محبت کنید مولانا بود. درست. سوال دیگه هم دارین؟ دست خدا، متشکرم. سلامت باشین. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیان گرامی فقط از طریق تلفن لطف کنن با ما در تماس باشن یا صدامون رو از تلفن بشنون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. سلامت باشین. دو تا سوال من دارم، بی زحمت اگه میشه جواب بدید. سوال اولتون؟ من محمد عبیدزایم در شهرستان سلمان. سوال اولم اینه که والا در قرآن اومده که کمک به پدر و مادر، یتیم و سائل اینا باید بهشون کمک بکنید و
تو امارات مثلا یا تو قطر یا تو اینا ما خوب اونجا زندگی کرده بودم کار کردم ها. اگر کسی دست دراز بکنه به یکی مثلا 10 درهم یا 20 درهم زکات بده فوراً میگیرنش و میبرن دندانش میکنن یک بردی دو برد یه استداش میان دوباره میپرسن. این آیا خوبه یا نه؟ و سوال دوم اینه که بله سوره هم پشت امام از مقتدی باید بخونه یا نه خوندنش کتانه؟ بله تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم. سلامت باشین. مولوی حالا 17 تا سوال گرفتیم کافیه یا بریم همچنان؟ آخرین بیننده رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوال داشتم جناب مولانا. خواهش میکنم بفرمایید. درباره توضیح کامل جناب مولانا درباره تصوف توضیح کاملی میخواستیم. خواهش چون خودم طلبه مثلا کلا سرگیج شدم توضیح کامل درباره تصوف و همینطور همون طریقت سیفیت از ذکر رحمان توضیح کامل خواهش میکنم. بله انشالله. تشکر میکنم از شما. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. از بینندگان عزیزم که تا الان پشت خط موندن عذر می‌طلبم. در اینجا با هم یک میان برنامه می‌بینیم. دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. حبیب کبریا دیکھو خداوندا تویی پروردگارم همه از توست یا رب هرچه دارم اگر عمری به سجده سرگذارم نگردد شکر یک لطفی برارم به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت رهنمودی همه محتاج تو بی نیازی ندانم از تو دیگر چاره سازی تو را خوانم که دانم می توانی و نزدیک تر به من از شهرگانی فقط عالم تویی از علم غیبی که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی تویی یکتا ترین یکتای پاکم گواه ذات تو هر ذره خاکم همه از هر نژاد و رنگ و دینی تو را دانند که رب العالمینی ولی دست نیاز بر غیر آرند و نام خود مسلمان هم گذارند بخوانند بر ندا صدها خدا را ز جمله انبیا و اولیا را رسولان خود گدای ذات پاکند ائمه ناتوان در زیر خاکند
ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اصبعی از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده پرسیدن که پسری داشتن 5 ساله رفت مغازه و در بین راه تصادف کرد و فوت نمودن. حالا مادرش ناراحته و همیشه میگه که چرا این کار شد، اگر نمیرفت این پسرم نمیمرد. میخواد در مورد قضیه تقدیر بدونه که تقدیر به چه صورت است. آیا واقعا این تقدیر بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تقدیرهایی که الله متعال بر انسان نوشته تعیین زمان حیات هر فردی هست که این جزء تقدیر عمری هست. یعنی زمانی که انسان در شکم مادر هست، الله متعال عمر انسان را تا چه اندازه در دنیا زنده خواهد موند، این را الله متعال برای انسان کاملا مشخص می کند. و به صورت یک مبدأ این مطلب رو ما باید در نظر داشته باشیم که هر چیزی که در دنیا اتفاق می افتد تمامشون بر اساس تقدیر الله متعال هست. اگر فرزندی به دنیا می آید یا کسی بیمار می شود یا فرزندی در سنین جوانی یا نوجوانی یا کودکی از دنیا می رود یا هر اتفاق دیگری که شما تصور بکنید، تمامی اتفاقاتی که در دنیا می افتند تمام آنها بر اساس حساب و کتاب هست و طبق تقدیر الله متعال هست و هیچ چیزی از علم و تقدیر الله متعال در واقع خارج نیست. این به عنوان یک اصل و یک مبدأ هست. و حدیثی هم که قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مراحل تکوین و پیدایش جنین رو در شکم مادر توضیح میدن و در آخرین روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد که زمانی که در انسان روح دمیده میشود، الله متعال فرشته ای رو میفرستد که عمرش را تعیین میکند، که مینویسد تا چه اندازه در واقع عمر میکند، آیا سعادتمند هست یا شقی هست. تمام این رو الله متعال در واقع عمرش را، رزقش را و تمام این موارد رو الله متعال مینویسد. یعنی هر اتفاقی که میافتد و هر انسانی که میمیرد بنابر اجل خودش مرده، بر وقتی مرده و در زمانی مرده که الله متعال این فرد رو در واقع برایش این رو مقدر کرده بود. فرزندی که در سن 5 سالگی فوت شده، یعنی این امکان نداشت که 10 ساله بشود یا بزرگ بشود، زیرا که تقدیرش همین بوده. اما تقدیر از دیده ما در واقع پنهان بوده. این یک مطلب دیگر این است که این جنبه تقدیر یک تقدیر الهی هست، از جانب الله متعال در واقع نوشته شده و ما باید ایمان به تقدیر داشته باشیم. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو نهی کردند که از این لو و اگر بگوییم، اگر چنین نمی کردم چنان نمی شد، اگر فرزندم بیرون نمی رفت در واقع دچار این عارضه نمی شد. تمام اینها نوشته شده بوده و الله متعال تمام اینها رو مشخص کرده که فلان انسان باید در فلان جا و به فلان وسیله از دنیا برود. این رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که این لو گفتن، اگر بیرون نمی رفت، اگر من در را می بستم، اگر من خونه بودم فلان اتفاق نمی افتاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که این لو و این اگر گفتن این راه شیطان را بر قلب انسان باز می کند. از بس که اگر انسان می کند اون اصل تقدیر رو در واقع از یادش می رود. و این که الله متعال ما را امتحان می کند به فرزندانمون، به مال و اموال و خویشاوندانمون. این آیه صریح هست که الله متعال می فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. الله متعال ما را امتحان می کند. گاهی وقتی در اموال کمی می آید و ضرر و زیانی می آید، گاهی وقتی در مال ما، در جان ما، در ثمرات و میوه ها و تمام نعمت های الهی که به ما داده، اینها رو الله متعال از ما میگیرد تا اینکه ما را امتحان بکند.
انما ولنبلونكم بشيء من الخوف با ترس و من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. الله متعال میفرماند که صابران را مژده بده. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی که در هنگام مصیبت میگن انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از آن الله متعال هستیم و همه به الله متعال در واقع به سوی الله متعال باز میگردیم. یا در سوره زمر الله متعال میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله متعال صابران را اجرشان را خیلی بدون حساب و کتاب میدهد، یعنی اجر خیلی زیادی رو الله متعال به صابران عنایت میکند. شایسته هست که انسان مسلمان همون اللهی و همون خدایی که این فرزند رو به ما داده، همون خدا این رو برای ما از دست ما دوباره گرفته، یک هدیه رو داده و خود دادن این هدیه هم امتحان الله متعال هست که الله متعال بچه‌ای رو به کسی عنایت کرده و این که این هدیه رو دوباره باز بگرداند باز هم این نعمت الله متعال هست و میخواد به این طریق ما رو در واقع امتحان بکند. در روایتی هست از حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند عجبا لامر المؤمن، کار مؤمن خیلی عجیبه، خیلی شگفت آور هست. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. کار مؤمن، اتفاقاتی که برای مؤمن میافتد همشون خیر هستند. تمامی اتفاقات شیرین و بد زندگی ما برای ما خیر هستند. اینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند. بدین خاطر ذالک در واقع در این روایت اومده که ولیس ذالک الا لاحد الا للمؤمن، این برای هیچ انسان این گونه نیست مگر برای مؤمن. این اصابته سراء فشکر فکان خیرا له و این اصابته ضراء فصبر فکان خیرا له. اگر خوشی برسد سپاسگزاری میکند، این برایش خوبه، و اگر بدی و ضرر و زیانی برسد صبر میکند، این هم در واقع برایش کاملا خوب هست. و در هر دو صورت الله متعال این رو برای ما خیر قرار داده. ما معمولا در هنگام مصیبت ها، در هنگام اینکه دوست و عزیزی، فرزندی، پدر و مادری، خواهری، خویشاوندی از دست ما میروند، فوت میکنند، ما صرفا جنبه منفیش را در نظر میاریم که این انسان از خانواده ما رفت و ما متضرر شدیم، فرزند ما یا خویش و قوم ما در واقع از دنیا رفت. اما جنبه دیگرش را که امتحان الله متعال هست و ثواب خیلی زیادی هست که الله متعال در واقع برای ما قرار داده، این رو معمولا ما در ذهن نمی آوریم. چه بسا پاداش های بزرگی هستند که الله متعال میخواد این پاداش رو به ما بدهد و هر اندازه که مصیبت بزرگتر باشد پاداشش هم در واقع در درگاه الله متعال بیشتر هست. روایت حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه از در سنن ترمذی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد زمانی که یک بنده ای رو فرزندش از دنیا میرود، الله متعال به فرشتگان، اون فرشتگانی که رفتن قبض روح کردن، به اونها میگوید که قبضتم ولد عبدی، شما رفتید جگرگوشه بنده مرا ازش گرفتید، قبض روحش کردید. میگن بله ما رفتیم و این بنده تو را، فرزندش رو قبض روح کردیم. الله متعال میفرماید که پس اون چی گفت؟ میگه در مقابل چی گفت اون بنده من؟ میگه که بنده تو حمدک و استرجع، الحمدلله گفت، سپاس الله متعال را بر نعمتی که داده، بر داده ها و نداده هاش، و گفت انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال میفرماید ابن لعبدی بیتا فی الجنه، در بهشت برای این بنده من یک خانه را بسازید و سموه بیت الحمد، این رو نامش را بگذارید، یعنی بیت الحمد هست. یعنی در مقابل این که الله متعال این فرزند رو از انسان گرفته، در مقابل اگر صبر بکند و راضی باشد به تقدیر الله متعال، در مقابل الله متعال بهشت را به اون در واقع عنایت میکند. یا در روایت ام سلمه رضی الله تعالی عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که عزیزی از دست برود بگوید انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منها، که در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی این دعا را بخواند الله متعال بهتر از اون را برایش عنایت میکند. ام سلمه میگوید که من فکر کردم زمانی که ابو سلمه از دنیا رفت، من فکر کردم که خب اگر من این دعا را بخونم بهتر از ابو سلمه در میان
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نیست که الله متعال جایگزین بکند برای من، بهتر از این رو به من در واقع عنایت بکند. اما تقدیرش این بود که ابو سلمه از دنیا رفت. بعد از ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو در واقع ازدواج کرد. یعنی در هنگام مصیبت ما فکر نکنیم که با نگاه ظاهر ما همش برای ما مصیبت هست، ضرر و زیان هست، اما چه بسا که برای ما منفعت خیلی بزرگی باشد و چه بسا که این فرزندی که امروز از دنیا رفته اگر در دنیا میمان شاید برای خودش و برای پدر و مادرش باعث یک نوع ضرر و زیانی میشد. الله متعال بنابر رحمت خودش، زیرا که الله متعال همه چیز رو میداند، رؤوف و رحیم هست نسبت به بندگانش، چه بسا که این در واقع هم حکمتی رو در واقع داشته باشد. غیر از این هم روایات متعددی هست. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم هست که زنان اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن یا رسول الله یک روزی رو برای ما اختصاص بده که ما رو وعظ و نصیحت بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن وعظ و نصیحت کردند و فرمودند که هرگاه که یک زنی مسلمانی 3 تا فرزندش از دنیا برود، الله متعال این فرزندانش را حجابی میکند در میان او در میان آتش جهنم. سوال کردن اگر 2 تا باشن؟ گفت اگر 2 تا هم بشن، اما مورد یکی رو در واقع سوال نکردن. یعنی این که هر چند که انسان در واقع از در دنیا فرزند خودش را از دست بدهد، این سبب میشود در روز قیامت پاداش خیلی بزرگی رو الله متعال به این پدر و مادر عنایت بکند. و حتی در نماز جنازه وقتی که ما بر نماز جنازه میرویم نماز میخونیم، در مورد اطفال این دعا رو نمیخونیم که پروردگار اینو ببخش، دعای مغفرت نمیکنیم برای مرده‌ای که در واقع در سنین کودکی از دنیا رفته، بلکه دعا میکنیم که اینو الله متعال سبب شفاعت قرار بدهد برای پدر و مادرانشون و اینو حجابی قرار بدهد برای پدر و مادر. و انشالله که این گونه باشد و تمامی عزیزانی که فرزندانشون و عزیزانشون رو از دست دادن امیدوار باشند به رحمت الله متعال، که انشالله ما دعا میکنیم الله متعال به شما نعم البدل عنایت بکند، فرزند بهتری رو الله متعال نصیب شما بگرداند، فرزند صالح و نیکوکاری رو که مایه سربلندی شما باشد و مطمئن باشید که این تقدیر الله متعال بوده و ثوابش نزد الله متعال انشالله هست و ثابت است، به شرطی که شما امید ثواب را داشته باشید و احتساب بکنید بر درگاه الله متعال. و دعا میکنیم که الله متعال انشالله به شما و تمامی عزیزان صبری رو عنایت بفرمایید. جزاکم الله خیر. نزدیک 20 دقیقه وقت مونده و سوال هم زیاد است جناب شیخ. جزاکم الله خیر. خواهر پرسیدن زنی اگر در حالت عادی لکه های از خون ببیند یا لکه هایی ببیند بعد چیزی نبیند پاک بشه و بعد از چند روز دوباره حیضش بیاید، حالا زمان عادت معین است که شروع میشه؟ ببینید یک اصلی ما در اینجا داریم که در زمان عادت ماهیانه که معمولا خانم ها خودشون آغاز و انتهاش رو میدونن، هر گونه لکه و خونی که در زمان عادت ماهیانه و این در وقتی که متوقع و در وقتی که شما احساس میکنید که زمان عادت ماهیانه شما هست، هر این گونه خون ریزی یا لکه‌ای در این ایام به عنوان حیض و عادت ماهیانه حساب میشود. بالفرض اگر خانمی که در ابتدای در اول عادت ماهیانه خودش یک لکه ببیند، یک روز 2 روز یا 3 روز بعد از آن هیچ چیزی رو مشاهده نکند و بعد از آن در واقع به صورت طبیعی شروع بشه عادت ماهیانش، این چند روزی که در وسط مونده و احساس کرده که پاک است، اینا جزء همون عادت ماهیانه حساب می شود. یعنی این که بند اومدن خون ریزی در وسط عادت ماهیانه پاک بودن 1 روز و 2 روز این اعتبار نداره، ولو این که عملا در این روز که زن در این ایام خون ریزی نداشته باشد، باز هم حکمش همون حکم زنی هست که عادت ماهیانه در واقع داشته و در این روزا نماز و روزه بر این انسان در واقع لازم نیست. بعد از لکه دیدن و پاک شدن چند روزی چند مدتی و دوباره شروع شدن عادت ماهیانه، این طهر متخللی که در اینجا هست حکمش حکم همون در واقع عادت ماهیانه هست، در صورتی که این لکه در ابتدای عادت ماهیانه باشد. اما اگر در انتهایش باشد، عادت ماهیانه به پایان رسیده و زن رفته غسل کرده و بعد از آن اتفاقا بعد از 1 روز بعد از 2 روز یک لکه رو دیده، این لکه هیچ گونه اعتباری رو ندارد. لکه‌ای که در آخر عادت ماهیانه هست این اعتباری رو ندارد و شما نماز روزه خودتان رو باید ادامه بدید. اما لکه‌ای که در آغاز هست، ولی اینکه بعد از لکه خونریزی رو مباشرتاً و به صورت مسلم شما نداشته باشید، باز هم در حکم عادت ماهیانه شمرده میشه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود بیننده خواهرمون بود، گفتن که
در مدرسه گاهی وقتا که وضو باطل میشه سخت وضو گرفتن و آیا اجازه هست که مسح بر کفش بکنیم در وضو؟ از نظر شرعی جایز هست وقتی که انسانی نمیتواند و مسح کردن بر جوراب و بر موزه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و همچنین مسح کردن بر کفش از نظر شرعی جایز هست. منتها در مسح بر کفش یک مطلبی انسان باید در نظر داشته باشد. مسح بر کفش معنیش این است وقتی که ما با کفش بر روی کفش مسح کردیم معنیش این است که باید با کفش نماز بخوانیم. یعنی این گونه نمیشود بر کفشش مسح کرده وقتی که میرود نماز بخواند کفشش رو در میآورد. این مسح در واقع شکسته میشود. اما جایز هست که در چنین حالاتایی که وضو گرفتن اینجا براش مسح جوراب بر جوراب خودشون مسح بکنن در این حالات اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. ذکر و دعای دست جمعی بعد از نماز چه حکمی دارند؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکری که به صورت دست جمعی باشد، یعنی ذکری رو رسول الله بخوانند و دیگران تکرار بکنند، یا دعای دست جمعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها رو بلند کرده باشند و بقیه دعا کرده باشند، چون این چیزی در شریعت اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و این جز سنت نیست و حتی فقهای احناف اینو تصریح کردند اگر که این رو همیشه انجام بدند، التزامی داشته باشند به این گونه که اگر کسی این کار رو انجام نداد اونو مؤاخذه بکنند که چرا دعا نکردید، چرا ذکر نکردید، فرمودند که این جزء بدعت ها شمرده می شود. در صورتی که اینو لازم بدونند قطعا به اتفاق فقها این در واقع جزء بدعت ها شمرده می شود و از این انسان باید پرهیز بکند. همون دعایی که هست و اذکار و اورادی که هست به صورت انفرادی باید این دعا و ادعیه و اذکار را بخونیم. بله، سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن اگر نان و غذا زیاد بمونه آیا اجازه هست که آنها را در سطل زباله بریزند؟ غذا رو تا زمانی که امکان دارد انسان باید از آن استفاده بکند. به هیچ عنوان اسراف و تبذیر در مواد خوراکی یا در به صورت کلی در تمام موارد انسان نباید داشته باشد. تا جایی که امکان دارد باید از غذا استفاده بشود و اگر به جایی رسید که غذا عملاً قابل استفاده نبود و در واقع تغییر حالت داده بود، در اون صورت اشکال ندارد که انسان در واقع اون را دور بریزد. اما در صورتی که میداند که نمیتواند این غذا را همه را مصرف بکند و احیانا غذایی رو آماده کرده، شاید در خونه کسی نباشد یا خودش از خونه برود بیرون جای دیگر، شهر دیگر، این غذایی که مونده به جای این که این را بریزد به خانواده‌ای که نزدیکش هستند، به دوستان، خویشاوندان، فقرایی که در منطقه هستند این رو بدهید تا اینکه استفاده بکنند. اما عملا اگر در منزل شما غذایی مونده بود و فاسد شده بود، استفاده کردن از این غذای فاسد نه به صلاح شما هست، نه از نظر شرعی و نه از نظر عقلی این درست نیست. اما تا زمانی که غذا فاسد نشده شما حق ندارید که اون رو در واقع به زباله‌دان بندازید، بلکه سعی بکنید که به افرادی که نیازمند هستند این غذا را بدهید تا اینکه از آن استفاده بکنید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان گفتن که از نظر تاریخی تقسیم بندی اهل سنت جماعت و اهل تشیع از کی به وجود آمد؟ ببینید اهل سنت و الجماعت بر همون اصلی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باقی هستند. یعنی در هم تمام مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دین مطرح بوده، عقیده مطرح بوده، به عنوان شعائر دینی مطرح بوده، نمادهای دینداری بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، امروزه بر همان اصل و بر همان اساس هستند. و دعوت ما و ندا و فراخوان ما این است که تمامی بدعت‌ها و خرافاتی که بعد از رسول الله ایجاد شده در جامعه اسلامی اینها را کاملا باید از بین ببریم و بر بگردیم به همان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی ما میگیم اهل سنت و الجماعت یعنی پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جماعت یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. همان چیزی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم معیار دیانت و دینداری و نماد اسلام بوده امروزه هم باید به همون گونه باشد. ما اجازه نداریم که از جانب خودمان نماد تازه‌ای را یا تقرب تازه‌ای را، عبادت تازه‌ای را، مراسم و در واقع روش‌های تازه‌ای را بر دین در واقع اضافه بکنیم. اهل سنت و الجماعت بر همان اصل بودند. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم انحرافاتی در میان برخی از فرقه ها به وجود آمد و هر یک از این فرقه ها که به وجود می آمدند در واقع یک راه بیراهی رو می رفتند. به طور مثال فتنه خوارج که به وجود آمد، خب اعتقاداتی رو اضافه کردند
آوردن بر دین، چیزی که در زمان رسول الله نبوده، در زمان صحابه نبوده، یک اعتقادات جدید را آوردن. به طور مثال معتقد بودند که هر کسی که گناه کبیره مرتکب بشود این کافر می شود. مرتکب گناه کبیره را در واقع مرتکب می دونستند. بدین خاطر بسیاری از اصحاب رسول الله را، علی را، عثمان را و بسیاری دیگر را کافر شمردند. خب این گروه اومدند از یک مجموعه خیلی بزرگی که همون اهل سنت و الجماعت بودند خودشون رو جدا کردند، اسمشون شد خوارج. بعد از این مثلا اهل تشیع اومدند یک چیزایی که در زمان رسول الله نبود این اضافه کردند در دین، امامت را آوردند، وصایت را آوردند، علم غیب را آوردند، ویژگی های الله را دادند به ائمه خودشون و مسئله جانشینی بلافاصله علی رضی الله تعالی عنه مطرح کردند. خب اینها هم یک ویژگی خاصی رو برای خودشون انتخاب کردند، بازم اینا از دامنه جامعه اسلامی در واقع خودشون رو کنار کشیدند و خب اسمشون شد مثلا شیعه یا مثلا معتزله، کرامیه، بقیه تمام فرقه هایی که به وجود آمدند. اما اهل سنت و الجماعت بر همان اصل و اساس موندند و دعوت و ندایشون و ویژگیشون این است که هر گونه انحراف اعتقادی و انحراف عملی و سلوکی که به وجود آمده بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مردود هست و اینها رو باید همه رو کنار بزنیم. دین همان دینی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اما از نظر نام و اصطلاح اهل سنت و الجماعت این هم در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. به طور مثال در آیه آل عمران آیه 106 که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده که این کسانی که روز قیامت چهرهشون نورانی می شود یوم تبیض وجوه این اهل سنت و الجماعت هستند و اون کسانی که چهرهشون سیاه می شود اهل بدعت و خرافات هستند. یا مثلا ایوب سختیانی رحمت الله علیه که متولد سال 98 هست و متوفی سال 130 یا 131 هست، این اصطلاح اهل سنت و الجماعت از اونها در واقع نقل شده. حتی در زمان اصحاب رسول الله که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هست این در واقع نقل شده. پس بنابراین اصطلاح اهل سنت و الجماعت یک اصطلاح دیرینه است، بدین معنی که اینها بر اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند و باقی هستند. هر کسی اومده یک بدعتی را ایجاد کرده به نام همون بدعت در واقع اون نامگذاری شده. خوارج را مثلا یا که معتزله را که اصحاب عدل بهشون میگن، خوارج را که بالاترین مشخصهشون این است که مرتکب کبیره رو در واقع کافر میدونند، به همون نام متأخر شدن. معتزله به یک نامی مشخص شدند. روافض که مثلا اساسی ترین بدعتی که ایجاد کردن امامت هست، به عنوان امامیه مشخص شدند. اما اهل سنت و الجماعت بر همون اصلی که در زمان رسول الله بوده بر همون اصل در واقع باقی ماندند. و شیعه هم از نظر فقهی و از نظر اینکه یک مذهب باشند خیلی متأخر هستند. در زمان خود در روایت خودشی اومده که تا زمانی که امام باقر نیومده بود شیعه اصلا حلال و حرام خودشون رو نمیدونستند، احکام حج خودشون رو نمیدونستند. یعنی این که تا اون زمان کاملا مشخص نشده بودند، به عنوان یک مذهب فقهی هم در واقع تدوین نشده بودند و کسی اونها رو نمیشناخت و حتی امروزه هم که خود را به عنوان جعفری میشناسند، یعنی نسبت میدن به امام جعفر صادق، یعنی که قبل از این در واقع مذهبی که جدا باشه از نظر احکام فقهی و تئوری عملی در واقع نبوده و خیلی بعدها این در واقع به وجود آمدن. گرچه از نظر سیاسی در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و بعد از جریاناتی که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به اتفاق افتاد و در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه واقع کربلا بود، کسانی که به خونخواهی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه برخاستند از نظر سیاسی اینها در واقع یک حزب تشکیل دادن به عنوان توابین در واقع که اونم مصادره شد توسط مختار سقفی که بحث طولانی داره. از نظر سیاسی اون زمان مطرح شدن و از نظر فقهی خیلی بعد در زمان امام باقر یا امام جعفر صادق در واقع برای خودشون یک چیزهایی رو در واقع نسبت دادن به ائمه، به امام باقر و امام جعفر صادق و این انتساب هم انتساب درستی نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ثواب خواندن فاتحه آیا به مرده میرسد یا نه؟ قبل از این که بگیم که ثواب میرسد، این رسیدن ثواب یا نرسیدن ثواب یک امر غیبی هست. بله. من نمیتونم بگم که ثواب میرسد یا نمیرسد. درست. اما این رو میتوانم بگم که خواندن فاتحه در هیچ جایی ثابت نیست. بله. رسول الله برای مردگان خودشون فاتحه رو نخوندند
برای همسرانشون که از دنیا رفتن در زمان ایشان، یا برای دخترانشون که از دنیا رفتن، برای خویشاوندانشون، صحابهشون، در هیچ جایی ما ندیدیم که ایشون توصیه بکنند که برای مردگان خودتون فاتحه بخوانید یا مثلا یا 3 مرتبه سوره قل هو الله احد را بخونید. چون این چیزی رو ما نداریم. اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که برای مردگان ما انجام بدیم دعا هست. استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. برای مردگانتون دعای خیر بکنید. این دعای خیر چون که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده یا در روایت او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدر و مادر مرده خودش دعا بکنند، ما یقین 100% داریم که ثواب دعا به پدر و مادر یا به مردگان میرسد. چرا؟ زیرا که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اما ثواب فاتحه خوندن در هیچ جا ثابت نیست. شاید هم برسد، من نمیگم که نمیرسد، اما دلیلی برای رسیدنش و دلیلی برای جوازش در واقع وجود ندارد. اینو در اون علمایی که گفتن جایز هست در قالب کلی اعمال خیر و ایصال ثواب اینو در واقع قرار دادن. گفتن که همون صورت که دعا میرسد در واقع و همون گونه که فرض کنیم که صدقه میرسد، همون گونه که فرض کنیم که حج و عمره میرسن، گفتند که این قرآن خوندن هم یک عبادتی است، پس بنابراین این هم میرسد. اما عملا از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نشده. از نظر عقلی هم که ما بخوایم که عاقلانه عمل بکنیم، باید اون موردی رو که دلیل قوی تری را دارد و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما مطمئن هستیم که میرسد، اون رو باید ما عمل بکنیم. اما اینی رو که مطمئن نیستیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نکرده، نباید بر این ما در واقع حساسیتی رو داشته باشیم و اصراری رو در واقع بر این داشته باشیم. ان شاء الله کمتر از 8 دقیقه تقریبا وقت مونده و سوالا هم مونده. فکر کنم سوالا میمونه. بله خیر میگم که تمام. دیگه ان شاء الله باید بندازیم سوالا رو برای هفته آینده ان شاء الله. بیننده بعدی یا خود بیننده که سوال قبلی هم پرسیدن گفتن که پوشیدن لباس مشکی و عزا گرفتن برای میت از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پوشیدن لباس سیاه، یعنی حتی بر اساس مذهب شیعه هم، حتی بر اساس مذهب شیعه پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری جایز نیست و در روایت شیعه فراوان اومده که این لباس سیاه این جزء شعار فرعون و هامان بوده. برای مسلمانان جایز نیست که این شعار رو داشته باشند. برای در واقع عزاداری هیچ گونه لباسی رو، حتی اگر لباس سفید نشانه عزاداری باشه، جایز نیست. چنین چیزی جایز نیست. اما خود پوشیدن لباس سیاه در موارد دیگر از نظر شرعی اشکال شرعی ندارد و جایز است مانند تمامی رنگ‌های دیگر. اما این که به عنوان شعار باشد که مردم بدانند که فلانی در واقع عزادار هست و رنگ سیاه علامت عزاداری باشد، چنین چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد و این یک بدعت است. جزاکم الله خیر. اگر کسی چند بار نماز عید، یعنی چندین بار پشت سر هم نماز عید را نخوانده باشد، چه حکمی دارد؟ انسان باید اون مواردی رو که ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسیار از علما معتقد هستند که فرض عین هست یا فرض کفایی هست و یا سنت مؤکده هستند نمازهای عید، و انسان باید در هر صورت ولو اینکه سنت مؤکده باشد و جزء شاعری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن خیلی تأکید کردند و گفتند که حتی زنان در واقع که در عادت ماهیانه بودند ایشون توصیه میکرد حتی خارج بشوند برای نماز عید، حداقل اگر نمیتونن نماز عید بخونند در مصلی مسلمانان خارج بشوند و از سخنانی که گفته میشه، خطبه‌ای که رد میشوند، از اون در واقع استفاده بکنند. اگر نماز عید رو نخونده باشه از نظر شرعی لازم نیست که دوباره اعاده بکنند، گرچه برخی از علما معتقد بر این هستند که میشود نماز عید رو به صورت تنها خوند، اما اگر به نماز عید نرسید و عملا هم دوباره خودش هم تنها نخوند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. یعنی بری ذمه هست. این گونه نیست که بر ذمه‌اش هنوز یک حکمی باقی مانده باشد یا به خاطر این که نرفته به نماز عید از اسلام خارج شده باشد، چون این حکمی در واقع نیست. جزاکم الله خیر. بیننده از اهواز گفتن که یک جای کار میکنم که از خونم دوره، وقتی که سوار اتوبوس میشم اذان مغرب میده و در راه هم اذان عشا میده. حالا این نمازش به چه صورت باشه؟ ایشون که مسافت طولانی هست، بیشتر از 80 کیلومتر، از نظر شرعی ایشون مسافر حساب میشوند و حکم سفر بر ایشون در واقع صدق میاد. یعنی این که ایشون میتونن نمازشون رو قصر رو جمع بخونن. اگر حتی در مسیر اگر خوندن، یعنی قبل از اینکه به شهر خودشون برسن اگر نماز خوندن، باید نماز رو به صورت قصر رو جمع بخونن. یعنی نماز مغرب رو اول بخونن
و بعد از آن نماز عشا رو 2 رکعت بخونند. اما اگر فرصت نرسید، بالفرض این که فرصت نرسید و مسافرم بودند و در مسیر راه نمیتوانست که نماز مغرب را بخواند تا اینکه به خانه رسید، در این صورت نماز مغرب را بخواند و نماز عشا را 4 رکعت بخواند، جمع بکند. منتها قصری در این صورت نیست. اگر در وسط راه و قبل از رسیدن به خانه این کار را کرد، هم میتواند جمع بکند و هم قصر رو در واقع بخواند. اما سعی بکند که تا جایی که امکان داره، چون که ایشون فرمودند که کار همیشگیش هست، سعی بکند که نماز رو در وسط راه اگر واقعا اتوبوس فرصت میدهد یا قبل از اینکه سوار ماشین بشود حرکت بکنند، نماز مغرب خودشون رو بخونند. اما در صورتی که امکان نداشته باشند، جایز هست که ایشون نماز رو جمع بکنند. اگر در بین راه هستند قصر هم بکنند، این نماز عشا رو 2 رکعتی بخونند. اگر به خونه رسیدند باید همون 4 رکعت عشا رو بخونند. جزاکم الله خیر. خواهر پرسیدن که اگر یک زنی که شوهرش از دست داده، وفات کرده، فرزندانی داشته باشه، آیا میتونه زکات خود رو به فرزندانش بده؟ نه، از نظر شرعی دادن زکات به فرزند یا به پدر و مادر جایز نیست، بلکه کمک کردن واجب هست. یعنی نفقه و تامین مخارج فرزندان بر پدر و مادر لازم هست و همچنین بالعکس تامین مخارج پدر و مادر بر فرزندان لازم هست. و چیزی که به عنوان زکات بدهند چون چیزی جایز نیست، بلکه به عنوان خدمتگزاری باید بدهند و به عنوان دادن نفقه باشه که بدهند، این جایز است. اما به عنوان زکات جایز نیست، مگر در صورتی که فرض بکنیم که یکی از فرزندان دچار یک مشکلی شده باشند، مشکل مالی براشون پیش اومده باشه، به طور مثال در زندان افتاده باشند یا خیلی مخروض شده باشند. در این صورت مادر میتواند که به عنوان مخروض بودن و اینکه در واقع دینش ادا بکند این زکات رو بدهد. اما در حالات عادی چون چیزی جایز نیست. آیا در نماز فرض در سجده اجازه هست دعا رو به زبان فارسی خوند؟ بله، رأی و نظر بسیاری از علما این است که حتی با زبان فارسی اولاتر همون زبان عربی هست و دعا ادعیه و دعاهایی که معصوره هستند، یعنی نقل شدند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون اولاتر و بهتر هستند. منتها اگر کسی بلد نبود در حالت سجده در قلب خودش وقتی که دعا میکند با زبان فارسی، اینم جایز هست و باعث شکست شدن نماز نمیگردد. جزاکم الله خیر. در حالت عادت ماهیانه آیا زن میتواند قرآن بخواند یا به قرآن دست بزند؟ بله، در حالت عادت ماهیانه جایز هست که زن قرآن بخواند، اما سعی بکنند قرآن رو دست نزنند. اگر قرآن رو هم که مجبورن دست بزنند، حداقل با یک حائل باشد، یعنی با دستکشی ورق بزنند، یک فرد دیگری ورق بزنند، یا اگر خودشون بلد هستند از حفظ بخونند یا از روی موبایل مثلا صفحه رو آواز بکنند میخونند، این اشکال شرعی ندارد. گرچه بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که زن حائضه نباید قرآن بخواند، اما من بارها عرض کردم که دلیل قوی در این زمینه وجود ندارد و عملا و قول راجح این است که جایز هست که قرآن بخونند، منتها سعی بکنند که به قرآن دست نزنند. یعنی اهواز گفتن که نماز مغرب را خوندم و بعد متوجه شدم که وضو نگرفتم، حالا یا قضا بگیرم یا درسته؟ کسی که یک نمازی رو خونده بعد از نماز متوجه شده که وضو نداشته، حکم شرعی این است که دوباره بروند وضو بگیرند و اون نماز رو اعاده بکنند. نمازی که شما بی وضو خواندید باید اون رو کاملا اعاده بکنید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند لا یقبل الله صلاة بغیر طهور، الله متعال نماز بدون طهارت رو در واقع قبول نمی کنند و یکی از شرایط نماز طهارت است و وقتی که متوجه شدند که وضو نداشتن باید برن دوباره وضو بگیرند و نماز را اعاده بکنند و دوباره بخوانند. درست. بله. خود بیننده گفتن که قبلا وقتی که زنی را طلاق میدادن، زن طلاها و کل چیزایی که گرفته بود را برمیگردن، اما الان اینطوری نیست. نه، در وقتی که مهریه ثابت شد بر عهده مرد، این ثابت است، به هیچ عنوان این ساقط نمی شود مگر اینکه خود زن اون رو ساقط بگرداند. یعنی با همبستری کردن و با مجامعت تمام مهریه که نوشته شده بر گردن مرد لازم هست که اون رو بپردازد بزن. حالا هر وقتی که زن اون رو یعنی مطالبه کرد، اگر قبل از در ابتدای زندگی خواستن هم اشکال ندارد، این حقش هست. اگر در وسط زندگی خواستن، هر وقتی که خواست در واقع مطالبه کرد، ایشون تعبیر عند المطالبه رو که معمولا در عقدنامه می نویسن، هر وقتی که زن مطالبه کرد این حق شرعی هست که مهریه رو باید به ایشون کاملا بازگردانیم. حتی در صورتی که این زن ناشز باشد، یعنی سازگار نباشد از نظر شرعی، اون مهریه‌ای که هست این مهریه برگردن شوهر هست، صرفاً به خاطر اینکه چون که این زن حرف شوهرش رو گوش نکرده مهریه‌اش ساقط نمی شود و مهریه‌اش رو شما باید پرداخت بکنید. منتها شوهر می تواند که
شرط بکند که من تو رو در واقع طلاق میدهم، منتها به شرط این که یک بخشی از مهریه خودت رو ببخشید. این اشکال شرعی ندارد. اما در صورتی که زن رضایت ندهد، مرد حتما باید کل مهریه رو به زن بازگرداند، مگر در یک صورتی که اون صورت خلع هست. زن میخواهد که طلاق بگیرد و شوهر حاضر نیست که طلاقش بدهد. زن میگوید که من از مهریه خودم صرف نظر کردم در مقابل این که من خودم از این زندگی رو در خودم رو نجات بدم. در این صورت اون خلع گفته میشد. یک تفاوتی با طلاق دارد، یعنی طلاق در مقابل مال. زن مال میدهد، مهریه رو میدهد یا حتی یک چیزی اضافه میدهد به خاطر اینکه شوهر در واقع طلاقش بدهد. اما در صورتی که خود شوهر طلاقش بدهد ولو به خاطر اینکه این زن ناشیزی هست، سازگار نیست، باز هم مهریهش رو کاملا باید پرداخت بکند و ناسازگاری زن دلیل در واقع این نمیشود که مهریه رو در واقع معاف شده باشد. نه، مهریه برگردن مرد هست، این مهریه رو باید پرداخت بکند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که سوره حمد برای مقتدی آیا باید بخواند یا نه؟ بله، اولاتر هست که بخونند. در نمازهای سری که هیچ اشکال ندارند. حتی در نمازهای جهری اگر امکان داشت و فرصتی میسر شد بخونند و اگر فرصتی میسر نشد لازم نیست و اشکالی در نماز هم به وجود نمیاد. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمین این است که نخونند، نه در نمازهای جهری و نه در نمازهای سری. استدلال میکنند به روایت من کان له امام فقراءة الامام له قراءه و ما جمهور علما نظرش این است که بخونند. حتی شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، نظرشون این بوده که در نمازهای سری حتما مقتدی هم مانند امام باید فاتحه را بخواند. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز بله دیگه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر می‌کنیم که تا این لحظه پای برنامه نشستن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالي